یه وقتی به هر دلیل پلیس شما رو توقف کرد در حین رانندگی در اتوبان یا تو جاده، هرگز سعی نکنین با پلیس جر و بحث کنین که پلیس رو قانع کنین که شما تون نمیرفتین یا از این حرفا. بذارین پلیس خیلی راحت کارشو بکنه. اگه چک کرد چک میکنه، مدارک خواست مدارک بده. چون با جر و بحث هیچ حل نمیشه، هیچ. فقط پلیس به خودتون مشکوک میکنه و شک میکنه که بیشتر شما رو مورد بررسی قرار بده، که متاسفانه خیلی از ایرانیان این اخلاق دارن که با زبون بازی بخواد مثلا مسئله رو حل کنه. نمیشه. این اروپا قانونش خیلی فرق میکنه. پس موقع بررسی حتما ساکت بشین، ببینین پلیس چی میخواد، هر مدارکی که میخواد در اختیارش قرار بدین و خیلی آروم خودتون نشون بدین. برای خود منم اتفاق افتاده، گواهینامه پیشم نبود، ماشین رو بررسی کردم و گواهینامه ازم خواستم، بدون کوچکترین چیزی که بهشون بگم جر و بحث کنم، یا معذرت خواهی کردم و گفتم مدارک گواهینامه‌ام جا مونده. با این حرف هیچی نگفتن و دیدن که من خیلی آرومم. فقط یه عکس ازم گرفتن که موقعی که بعداً گواهینامه ببرم با این عکس بررسی کنه که من راست گفتم یا دروغ. گواهینامه کسی رو به خودم نبرم. پس خیلی آروم و خونسرد همیشه با پلیس رفتار کنید.